مادر ما امروز ما اینجاییم چی تاس کبابه بره اون دختر خردود کوچولوئه که زنگ میزنه تحت قاری. وقتی زنگ میزنه اینجا میگه میخوام بیام، این گات پر میشه از سوپ، گوشت ماهیچه، گوشت قرمز، ماهی، اصلا ازش مپرسی. بر چی بریم فقط تاس کباب بریم اومد درست کنی؟ او تاس کباب بی معرفت خورشت مرغ وارد کجا صبح مخاطم تاس کباب پای مرغ. خب او خورشت مرغ اولین داشت برنجم نم کردم تدریک سیب زمینی هم برات گذاشتم. بیچشوری رفت. او دخترم مرغ دوست نداره، گوشت گوسفند بهتر دوست داره. به خاطر همون بره او گوشت ماهیچه میذاره. دوست نداره. او دوست داره ها. او اصلا گوشت مرغ خوشش نمیاد. ما پای مرغ؟ ولی تو اگه پای مرغ هم بهت بدم دوست داری. این خلیت مویه که دیگه هرچی جلوم گذاشتن خوردم. دخترای بزرگ همینجوریه. یه من لباسایی که شب براتون واسطادم. پاچه شلوار که قیچی رفته. چی تیپیه برای ما درست کردی؟ سر تا پات نگاه کن قشنگ برام. مامان تو فرق میذاری بین ما و خواهر کوچیکم میگی نه. نه خیر. نگاه لباس راحتی دادم پوشیدی که اینجا کیف کنی. کاراتم دم عید میگم دختر خردود بیا انجام بده. مکنه بچم. او چی کوچیک داره اگه نمیکنه. میبینه ماش خانم. باشه ما که دیگه خانه‌تونم نمیام. خدای سرم که نمیاد. باشه. اگه به شکم میای میخوام نری. باشه.